پول و مال دارد و حج نرود. اینم انشاءالله خدا خواهد که حرام است. عزیزان من کرده الهی است. وقتی که شما خدا خواهد 85 گرم طلا شما نصاب زکات میشه در اسلام، شما بای میشه انشاءالله. بای که حساب شده در گردن شما خانه کعبه را زیارت کردنش انشاءالله فرض میشود. برای مسلمانان انشاءالله جای استراحت از دبی نم، از امریکا نم، از فرانسیان دم انشاءالله برای سیر و گشت کردن. سیر و گشت ما و شما خدا خواهد مکه مکرمه است. سیر و گشت ما و شما زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که قادر میشین و اگر انشاءالله نکنین شما نزد الله عاصی میشین، نزد الله گناهگار میشین انشاءالله. خدا شما حرکت کنین انشاءالله. این حج هم انشاءالله با اونه من توی میکرگی هستم، حالی من جوان هستم، من فلان هستم، دیگر هستم، این چیزا هیچی مانع انشاءالله حج نمیشود. البته هر یک چیز انشاءالله الله کفیل شگفتگی است. اولا بری انشاءالله در جوانی خانه الله زیارت که بکی، مبادا عمر تو با آخر میرسد، مبادا به دارای پیری میرسی نمیرسی، اینا بجز الله سبحانه و تعالی کسی نمیدوند. این هم یک فرض است. زیارت در عمرش انشاءالله یک مراتب زیارت کردن خانه کعبه فرض است. عزیزان من از این دور نشین انشاءالله. خدا خواهد زودتر تیزتر حرکت کرده انشاءالله در جوانی، در وقتهای خدا خواهد انشاءالله کچ و قوت رفته خانه الله. الا اگر شما نکنین شما نزد الله گناهگار